سلام رفقا، حالتون چطوره؟ علی خازه هستم و امروز اومدیم با گیم پلی HDR لژندری. اتچمنت هم آخر ویدیو واسهتون میدم. اگه دوست داشتین ویدیو رو لایک کنین، کانال منم ساب کنین. عشق منین، تاج سرین. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب آقا، عشقا چطورین؟ خوبین داداشا؟ بچه‌ها این گیم پلی رو قبلا ضبط کردم، الان دارم روش حرف میزنم. بچه خدا وکیلی HDR خیلی گانه خفنیه به نظر من. هم تو مولتی بسته، هم تو بتل بسته. وانشات دیگه قشنگ وانشات تضمینیه، خیلی گانه خفنیه. اتچمنت هم آخر ویدیو واسهتون گذاشتم، خیلی گانه خفنیه. اولش میخواستم زیلاتو بزنم، بعدش فکر کردم واسه زیلات یه کوچولو زیاد سیپ میخواد، واسه ضربه آخرش 1800 میخواد، ولی این 1400 بود. خیلی سیپی میخواست واسه اون، خیلی که یه کوچولو دیگه، یه کوچولو زیاد سیپی میخواست واسه اون. بعدش گفتم واسه اینکه زیاد سیپی میخواد بریم لوکاس دمونیکو بزنیم. بعدش فکر کردم گفتم آقا اگه الان من لوکاس دمونیکو بزنم، لوکاس تو مولتی خوبه، تو بته خوب نیست که. بعدش تحقیق کردم، چند تا اسنپ دیگر رو هم دیدم، آخرش تصمیم گرفتم HDR رو بزنم. HDR هم تو بتل خیلی خوبه، هم تو مولتی خیلی خوبه. خدا وکیلی وان شات دیگه تو بتل هم که عشق دیگه، عشق بست. خیلی گان داداش این انمی هم جلوم خیلی قوی بود و ماشاءالله داشت پرواز میکرد. خدا وکیلی منم داشتم پرواز میکردم، ولی خب عیب نره. میبینین دیگه خیلی گان خفنیه، خیلی موومنتش هم خوبه، باحاله. وانشات دیگه خیلی خدا وکیلی گان بستیه به نظر من. خب اشکا از گیم پلی لذت ببر. اینم بگم واسهتون بچه ها، اگه خواستین در مورد یه ویدیویی، در مورد یه چیزی ویدیویی بسازم، مثلا تست گانی، چه بدونم گیم پلی با گانی، اتچمنت، هر گانی خواست، هر ویدیویی خواستین بگین، من تو کامنت ها بگین، من در موردش ویدیو بسازم. عشق منین. از گیم پلی لذت ببرین. اتچمنت هم آخر ویدیو واسهتون گذاشتم. فعلا بابای. Recon is standing by. اشکای داداش، اینم از اتچمنت. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو دیگر فعلا بابای، فعلا خداحافظ.